سلام، وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. فابریکه پروسس جلغوزه در ولایت پکتیا به فعالیت آغاز کرد. مقامات گفتند این فابریکه به ارزش 500 میلیون افغانی مطابق به معیارهای بین‌المللی در 18 ماه ساخته شده است که سالانه ظرفیت پروسس 60,000 تن جلغوزه را دارد و 1000 تن صاحب وظیفه شدند. وزارت زراعت میگوید در سال جاری تولید جلغوزه از 23 الی 24,000 تن خواهد رسید. در سال گذشته 1650 تن به خارج صادر شده بود. کامراهای اصلی امنیتی به ارزش 100 میلیون دلار آمریکایی در شهر کابل نصب می شود. امرالله صالح معاون رئیس جمهور میگوید هدف از نصب کامراهای امنیتی کاهش جرایم است و با کمک مأموریت حمایت قاطع پیش خواهد رفت. وی افزوده است برای اولین بار کامراهای امنیتی در سال 2008 در کابل نصب شده بود، اما این بار به صورت فنی و با تکنولوژی پیشرفته کامراهای امنیتی نصب خواهد گردید. بیش از 1,500 میلیون افغانی از درک ثبت موترهای بدون اسناد به خزانه دولت تادیه شده است. وزارت مالیه میگوید در 2 ماه گذشته بیش از 30,000 موتر را ثبت کرده است و مدت توزیع اسناد جدید تا 1 ماه دیگر نیز ادامه خواهد داشت و بعد از آن با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. کار ساخت بند توری زابل به ارزش 92 میلیون افغانی آغاز شد. اداره ملی تنظیم آب میگوید این بند 74 متر طول، 15 متر بلندی و 54 متر عرض دارد که در منطقه نوخیز مرکز قلات ساخته می شود. این اداره افزوده است بند توری ظرفیت ذخیره 1.8 میلیون متر مکعب آب را دارد و 870,000 هکتار زمین را آبیاری خواهد کرد که 34,000 خانواده از آن مستفید خواهند شد. مقامات گفتند قرار است 3 پروژه بزرگ در هفته آینده در کشور افتتاح شود. این پروژه ها خط آهن آقینه اندخوی، انتقال برق اندخوی پلخمری و لاین فایبر اپتیک که اینترنت ازبکستان را به افغانستان انتقال می دهد شامل می باشد. در مورد افتتاحی این پروژه ها حنیف اتمر با همتای ترکمنی اش صحبت کرده است. بند درونتای ننگرهار بازسازی می شود. غلام حیدر فقیرزی رئیس حوزه شرق شرکت برشنا میگوید قرارداد بازسازی این بند با یک شرکت ایرانی امضا شده است که با کمک 10,500,000 دلار آمریکایی بانک جهانی در 2.5 سال بازسازی خواهد شد. و افزوده است با بازسازی این بند درونتا به حالت اولیش برخواهد گشت و ظرفیت تولید برق نیز زیاد خواهد شد. در 6 ماه نخست سال جاری 9 تن حاصلات زیره در کشور جمع آوری شده است. وزارت زراعت میگوید صادرات زیره نیز به کشورهای خارج افزایش یافته و به 6,216,000 دلار آمریکایی رسیده است که 2 برابر افزایش نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. موترهای شاروالی به منظور کاهش ازدحام و حل مشکلات ترانسپورتی در شهر کابل به فعالیت آغاز می‌کنند. شاروالی از مردم خواسته است تا در نگهداشت موترها همکاری کنند و به گونه خوب از آن مستفید شوند. تعمیر تدریسی برای پوهنتون لوگر ساخته شد. مقامات محلی گفتند این تعمیر در مدت 18 ماه با کمک 63 میلیون افغانی بانک جهانی در 4 منزل به طور اساسی ساخته شده است و دارای همه ملحقات میباشد که با ساخت آن مشکلات محصلین کاهش خواهد یافت. و مقامات میگویند در سال 2020 بیش از 900,000 متعلم جدید به مکتب شامل شدند. بر اساس معلومات وزارت معارف وبای کرونا نتوانسته روی داخله متعلمین را به مکاتب بگیرد و 500,000 پسر و 400,000 دختر شامل مکاتب شدند و در این مدت 600 مکتب جدید نیز ساخته شده است. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.